سلام به همگی و خوش اومدید به این بررسی. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به بخشی از یه متن خیلی جالب در مورد جامعه شناسی کاربردی. سلام، بله، متنی که نشون میده جامعه شناسی فقط یه بحث تئوریک و دانشگاهی نیست. دقیقاً، یعنی چطور میشه ازش استفاده کرد برای فهمیدن جوامع، به خصوص جوامعی که دارن تغییر میکنن. و اینکه چطور میتونه توی عمل برای پیشرفت یه نقش کلیدی داشته باشه. آره، یه نقشی که منبع میگه گاهی شاید بیشتر توی شرق یکم نادیده گرفته میشه، انگار که فقط یه رشته است نه یه ابزار. درسته؟ یه ابزار برای فهم و خب شاید حتی برنامه‌ریزی بهتر. خب برای اینکه این ایده رو ملموس‌تر کنه منبع رفته سراغ یه مثال مشخص، یه مطالعه موردی. بله، شهر گچساران. چرا گچساران؟ خب منبع توضیح میده گچساران یه جورایی یه نمونه است از جامعه‌ای که داره از سنت به سمت مدرنیته میره، یعنی نیمه سنتی نیمه مدرن. که این خودش جالبه. و مهمتر از اون ترکیب جمعیتیش هست، خیلی متنوع، اقوام مختلف، زبانهای مختلف. مثل کیا مثلا؟ به طور مشخص از لور، ترک و حتی حضور عربها اسم میبره. پس یه شهر چند فرهنگی به حساب میاد. خب نکته اصلی منبع در مورد گچساران چیه؟ نکته کلیدی و جالبش اینجاست. منبع میگه این گروه‌ها، این اقوام مختلف فقط کنار هم زندگی نمی‌کنن. پس چی کار میکنن؟ واقعاً در هم آمیخته شدن. یه هویت فرهنگی جدید و کاملاً مشخص شکل گرفته که میشه گفت هویت گچسارانی. واقعاً؟ یعنی یه چیز کاملاً جدید فراتر از مجموعه فرهنگ‌های اولیه؟ دقیقاً همینو میگه. با اینکه ممکنه هنوز زبان مادریشون یا بعضی رسم و رسوم خاص خودشون رو حفظ کرده باشن. آره طبیعیه. اما هویت کلیشون، فرهنگشون، حتی گویش روزمرهشون با شهرهای اطراف که مثلا ممکنه عمدتاً لور یا ترک باشن فرق میکنه. یعنی یه هویت محلی جدید و متمایز دارن؟ بله، یه هویت مشترک گچسارانی. خب این خیلی جالبه. چطور این ادعا رو بیشتر توضیح میده؟ برای که این موضوع روشن‌تر بشه، یه مقایسه میکنه. مقایسه با شاهینشهر اصفهان. شاهینشهر اونجا هم که خیلی مهاجرپذیر و چند قومیه، درسته؟ دقیقاً. شاهینشهر هم همینطوره. پر از مهاجر و اقوام مختلف. لور، ترک، اصفهانی، کارمندای شرکت نفت از جاهای مختلف. خب چه فرقی با گچساران داره طبق این منبع؟ فرقش اینجاست که طبق تحلیل منبع توی شاهینشهر این گروه‌ها بیشتر کنار هم زندگی میکنن ولی نه لزوماً با هم به اون شکلی که در گچساران هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیشتر توی محلای جداگانه‌شون هستن. اون همجوشی فرهنگی، اون هویت واحد و جدیدی که تو گچساران میبینیم، انگار اونجا به اون شکل به وجود نیومده. عجب، پس صرف این که چند تا گروه قومی توی یه شهر باشن، اتوماتیک به معنی این نیست که یه فرهنگ مشترک و جدید میسازن. دقیقاً. ممکنه فقط همزیستی باشه، نه ادغام واقعی. این نکته خیلی مهمیه برای برنامه‌ریزی، نه؟ یعنی نمیشه یه نسخه واحد برای همه جا پیچید. کاملاً. این دقیقاً حرف اصلی منبعه. میگه اگه میخوایم برنامه‌های توسعه، برنامه‌های اجتماعی واقعاً جواب بدن، باید اول بفهمیم بافت اجتماعی اون منطقه چیه. باید یه تحلیل جامعه شناختی دقیق انجام بشه. آره، یه چیزی مثل همین مطالعه موردی گچساران تا بفهمیم اونجا واقعاً چه خبره، دینامیکا چیه. اول شناخت عمیق، بعدش میشه رفت سراغ برنامه‌ریزی درست. منبع البته اشاره کرده که در ادامه بحث مثالهای بیشتری هم میاره تا اهمیت این نگاه رو نشون بده. ولی خب بررسی امروز ما همین بخش بود. بله، همین مقایسه گچساران و شاهینشهر خودش خیلی گویاست. و همین ما رو میرسونه به یه سوال جالب که شاید شما هم بخواید بهش فکر کنید. چه سوالی؟ این منبع تفاوت بین ادغام فرهنگی تو گچساران و جدایی نسبی تو شاهینشهر رو مطرح کرد. حالا به نظر شما چه عامل‌های دیگه‌ای ممکنه نقش داشته باشن؟ عامل‌هایی که شاید تو این بخش از متن نبوده. منظورتون چیه؟ یعنی چی باعث میشه توی یه شهر مهاجرپذیر گروه‌ها واقعاً با هم قاطی بشن، یه هویت مشترک بسازن، ولی توی یه شهر دیگه با شرایطی که شاید در ظاهر شبیه باشه، این اتفاق کمتر بیفته یا اصلاً نیفته؟ آها، یعنی چه چیزی همزیستی صرف رو تبدیل میکنه به یه مای جدید و واقعی؟
دقیقاً. چه چیزی اون جرقه ادغام رو میزنه؟ فکر کردن بهش جالبه.